آن است. این 4 مذهب فرقه ها نیست. این 4 مذهب هم نیست اصلا. تقریبا 50 مذهب بود. فقط این 4 مذهب مشهور، دیگرهاش مشهور نیست. همه دیدیم مذهب بعضی فکر میکنه که 4 مذهب است. 4 مذهب نیست. مذهب ها زیاد است، لیکن 4 مذهب مشهور است. مثال عادیش یک 3-4 داملا در تاجیکستان مثلا مشهور است، همه میشناسند. این معنی آن ندارد که دیگر داملا نیست در تاجیکستان. هست داملاهایی که عموما نوار گرفتگی نیست، عموما به یگان هیچ دوربین فرآمدگی نیست، مثال در یک دیه زندگی دارد مثلا. این معنی اینا ندارد که فقط این 4 داملا هست خلاص. نه، داملاها بسیار است. همین برای این گپ این مذهب ها مکتب ها، یعنی روشی فهم شریعت و فهمانیدن و درس دادن شریعت. این یگان چیزی تفریقی و جدایی نه فقط بعضی آدما نادرست فهمیده همین خیلی معامله میکنه. ولی کدام داملای دیدید که طریقش به یک داملای دیگر یک خیل باشد؟ مراد همه اهل علم بیان شریعت است، فهمانیدن شریعت است. یک آدم بسیار صاحب سیاست مثلا بسیار سختی بد میگیرد، نمیخواندد، به شدت داد زده میفهماند شریعت. یک آدم خندیده آهسته آهسته میده میفهماند، مثلا شوخ طبیعت تر مثلا. یک آدم دیگر گاه اینش گاه اونش یک خیل نیست. یعنی فهمیش آدم ها و طریقه آنها، مذهب خودش راهی که آدم طی میکنه. مذهب ذهب یذهب ذاهب اسم فاعل، مذهب اسم زمان و اسم مکان، یعنی مکانی که جایی که راهی که رفت است. یعنی مذهب ابو حنیفه معناش اینه که راهی که امام ابو حنیفه با همین راه رفتند، یعنی با کدام اسلوب از قرآن استنباط میکردند، با کدام اسلوب از حدیث استنباط میکردند، یعنی معنا میبرآوردند، حکم میبرآوردند. راه ابو حنیفه چگونه بود معاملشان با نصوص قرآن و سنت. همین خیلی از این یگان تفریقه نیست اینا. بله.